سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با آموزش مقدماتی فتوشاپ پروژه محور در خدمت شما هستیم. امروز می‌خوایم در مورد اهمیت لایه‌ها صحبت کنیم. لایه‌ها توی فتوشاپ خیلی مهمن. حتما وقتی می‌خواین روی تصویری افکتی حالا فیلتری بندازین، حتما یه کپی از تصویر اصلیتون بگیرین، چون ممکنه که بخواین تغییراتی که اعمال کردین رو برگردونین یا هر چی. کلا قسمت لایه‌ها خیلی مهمه. من خودم یه اشتباهی که کردم، وقتی داشتم تغییر اعمال می‌کردم دیدم که تغییر اعمال نمیشه و دیدم که اون چشم کنار تصویر خاموشه. حتما اون رو چک کنین که روشن باشه. و امروز می‌خوایم 5 تا از ابزارهای فتوشاپ رو براتون توضیح بدیم. و یه نکته مهم دیگه این که بهتره که هر کاری که قراره انجام بدیم یه لایه جدید باز کنیم و روی اون لایه اعمال کنیم. سلام، مرسی ازت بابت توضیحات خوبت که راجع به لایه ها بود. توی این جلسه من حالا این میکروفون رو بس کنم اگه اجازه بدید. خب توی این جلسه ما قراره راجع به چند ابزار دیگه توی فتوشاپ صحبت کنیم و خب گفتم تاکید لایه ها خیلی خیلی اهمیت داره، بسیار قابل اهمیته و حالا تو جلسات 1 و 2 فتوشاپ مقدماتی ما یه سری چیزا رو توضیح دادیم این قسمت. حالا میریم سراغ ابزار کراپ. خب موس اونم که بزرگ کردیم، حالا میخوایم راجع به ابزار کراپ صحبت کنیم. این ابزاری که حالا داخلش هستیم ابزاریه که به حال اکثر موبایل حتی ادیتای یعنی توی خود نرم افزار موبایل هم هست و کارش چیه؟ ببین این که مثلا کوچیک میکنه عکس رو دیگه، یا مثلا میخواید سایزش رو بزرگتر کنید مثلا یا کوچیک‌تر کنید. این عکس اگه بخواید یکم برش بزنید یا اینها میتونید از ابزار کراپ استفاده کنید واسه برش عکس. این قسمت از ابزار کراپ استفاده میکنیم و حالا این قسمت بالا ما یه سری چیزا رو داریم. به عنوان مثال اینجا اندازه‌شو میگه. خب ما اگه اینجا مثلا روی اورجینال بذاریم و اینو مثلا خب عکسم 3:4 باشه. خب این خودش سایز عکس منو اندازه 3:4 کرد. این خیلی موضوع مهمه. مثلا یکی اگه گفت یه عکس 3:4 میخوام، خیلی راحت برین تو ابزار کراپ و کراپ هم حتی نکردید صرفا رو ابزار باشید و این قسمت مثلا اینو بزنید 3 اینو بزنید 4 عکس میشه 3:4. یا مثلا یه سری چیزای آماده هست که از اینجا میتونید مثلا اوکی کنید، مثلا فرمت واسه ویدیو حالا 1024 700 خورده مثلا واسه ویدیو اینجور چیزا مناسب تر. بعد اینو مثلا اینطوری کنید دیگه، حالا اینو هر شاید دیگه بزرگ کنی و هزار یا مثلا فیل کنی یا مثلا خیلی کارهای دیگه انجام بدی، این دیگه میشه همون، یعنی مناسب میشه واسه یوتیوب، اینستاگرام، پست یا غیره. پس از اینجا اوکی میکنم. و حالا این اگه روی ریت باشه، یعنی من اینجا چیزی نداشته باشم، این دو تا قسمت بالام خالی باشه، میتونم از اینجا خیلی راحت اینو بکشم و این پایین هم اینو بکشم و دوباره اندازه اولش کنم. ولی اگه این بالا مثلا با باشم روی 3:4 عکسم بیام بزرگ کنم، عکسم از هر بخشی با هم بزرگ میشه دیگه، مثل اونجا فقط بزرگ نمیشه. پس اینم یه نکته خیلی اساسی بود که حتما باید رو ریت باشه و اینا باشه، یعنی رو صفر که عکستون از هر قسمتی گرفتی صفر هم قسمت حرکت کنه. و خب این جلوتر هم حالا باز یه سری ابزار دیگه داریم، یا اینجا یه سری شیپ ها داریم، یعنی شکل ها، مثلا یه خطای وسط هم که الان به این صورته، اینا به یه صورت دیگه باشه، مثلا به این صورت باشه یا مثلا به این صورت باشه دیگه. اینا رو خودتون میسنجید دیگه واسه مناسب با کاری که میخواید کنید یا غیره، یا مثلا میخواید این قسمت ها رو یه کاری دیگه کنید، اینا رو میسنجیم. سوال داشتید؟ خب این از این توی مباحث جلوتر باش کار داریم. و حالا ما اینجا 3 تا ابزار داریم. خب ما 3 تا ابزار اینجا داریم، ابزارهای واسه یعنی همین 3 تایی که این کنار هستن دیگه. حالا من عادت کردم زیاد ابزارا رو با اسم یاد نمیگیرم. خب ببین از اول ابزار ما بررسی می‌کنیم. این اولین ابزار همونطور که کارش مشخصه، مثلا واسه روتوش عکس، حالا روتوش عکس به صورت حرفی فرق داره، ولی خب در کل میتونیم اگه لکی خالی چیزی هست با همینا از بین ببریم و می‌بینیم که خیلی راحت از بین میره.
این از این. حالا اینجا حرف خانوم رو، یعنی حرف کسی که کنارمه، از قلم نندازیم و گفت یه لایه جدید بگیریم. باز یه لایه جدید میگیریم که اگه یک کاری کردیم اون داشته باشیم. خب این از این. بعد خب این سه تا دقیقاً یک کاری رو واسه ما انجام میدن. یعنی مثلا من اگه رو این بکشم می‌بینید که رفت. خب این بازم حالا مبتدی ترشه، ولی خب به هر حال با همین ابزار ساده ببینیم و کلا اون رفتش. خب این خیلی خوبه. و یه ابزار بعدی که هست اینم دقیقاً همون کارش. حالا من یکم کوچیک‌تر میکنم، مثلا اینجا میزنم، یکم صبر میکنیم. دومی یک مقداری کلا با وقت بیشتر میاد اونو از بین میبره و این ببین بیشتر با هم اطراف خودش میزون میکنه. و یکی دیگه هم داریم اینجا که کاربرد این دقیقاً چیه. اینجا چی میگه؟ آها خب ببین همینطور که میگه اعلان بهم میده. ما اعلان رو میخونیم، نوشته آلت کلیک، میگه مثلا اینجا آلت رو بگیر مثلا بکش، بعد بیا اینجا اعمال کن، یا مثلا اینجا بکش بیا اینجا اعمال کن، مثلا این کنارش بکش بیا رو خود این جوش اعمال کن، یا اینجا و اینجا. خب این از این. حالا ابزار بعدی رو میریم که اسمش هست پچ تول. خب این قسمت ببین اینم دقیقاً همونه. به عنوان مثال حالا اگه خواسته باشم رو خود این نشون بدم، مثلا این یک، و اینو انتخاب میکنم، میام اینجا میکشم، بعد اینو میکشم چی کنار، بعد کشیدم کنار، این قسمت اینجا میاد روی این قسمت ما اعمال میشه. و حالا یه نکته دیگه، کنترل دی رو زدم که این سلکت هم از اینجا بره. این از این کنترل دی رو کیبورد. یه قسمتی ابزار دیگه ما اینجا داریم به اسم Content Aware Move Tool. خب من اینو اگه بزنم ببین دقیقاً چی کار میکنه. این دقیقاً برخلاف اون بالاییه. اینو مثلا میگیرم اینجا میکشم، ببین یکی دیگه از خود همین مثلا کپی گرفت. دوباره کنترل دی رو بزنم بعد بره قاعدتا. اینجا نمیره. حالا از اینجا کنترل دی رو بزنم میره. خب این از این. پس این هم دقیقاً کاری رو که یعنی برخلاف این انجام میداد. و ما اینجا باز یک براش داریم که خب براش هم قبلا توضیح دادیم. همچنین ما اینجا مهر هم داریم. مهر کارش چیه؟ حالا اسمش تو خود فتوشاپ میگن حالا کلون استامپ تول. خب اینو چیکار میکنم؟ من می آلت رو مثلا از اینجا نگه می‌دارم اینجا میکشم. خب اینجا آلت نگه می‌دارم، از اینجا کپی میگیرم مثلا اینجا میکشم. واسه اینجا مثلا زیاد کاربردی نداره به نظر خودم، ولی واسه مثلا حذف اشیایی چیزی از تصویر بخواید کمک کنه. مثلا اینو اینجا نشون میدم. مثلا ببین این قسمت موه دیگه. خب این مو مثلا میگم خوشم میاد پاکش اینجا میکشم، این از اینجا با آلت نگه میدارم کپی میگیرم، این قسمت میکشم، این کپی میگیرم، یا این قسمت کپی میگیرم، این قسمت میکشم میره. خب اینم از این ابزار. حالا این قسمت یه اوپاسیتی داره، یه سری مودا داره که اینا همه رو باید خودتون تست کنید، هی یعنی ور برید دیگه تا بفهمید. حالا خودمونی تر گفت این تفاوت دیگه. من الان دو تا لایه رو هم ایجاد کردم، خب همونطوری که گفتم. بعد خب ببین اگه الان این لایه هم نبود، خب من شاید مثلا بخوام این زخمه باشه، الان شاید بخوام مثلا این زخم هم باشه، وقتی رو لایه ها تگ کپی بگیرید، بعد من اگه بخوام این زخم باشه خب اینو خاموش میکنم، زخمم میاد رو. ولی اگه این کارو نکنم، خب این مثلا کنترل زد تا یه جایی جواب میده. بعد حالا شما فرض کن من این نیست صرفا همین لایه است. خب حالا بخوام مثلا این زخمه مثلا اینجا بخوام با اریزر مثلا بیام پاکش کنم، ببین کل عکسم پاک میشه. مثلا همین موضوع مهمیه. خب اینو از این. حالا این سراغ این ابزار که اسمش چیه؟ Adjustment Brush Tool. ببین حالا من قبل از اینکه چیز باشه یه سری توضیحاتی دادم قبل از اینکه ضبط کنم. ببین ما اینجا خب به عنوان مثال یه سری
حالا این موضوعی که الان میگم اینو نیاز نیست توجه کنیم، صرفا مثال میزنم. خب مثلا ما اینجا فیلتر آماده میخوام بندازیم. این فیلتر این فیلترها رو یعنی میشه انداخت. خب حالا من دوباره بیام دوباره بندازم. به عنوان مثال من این فیلترها رو اینجا دارم، خب ولی دستی اومدم، به صورت دستی اومدم از اینجا انداختم و رو کل تصویر من اعمال میشه. خب من حالا اگه بخوام این اتفاق نیفته، بخوام با براشم صرفا این اتفاق بیفته، بعد میتونم بیام این من الان اینجا هرچی میشم کار نمیکنه. دلیلش چیه؟ به خاطر اینه، این لایه است، چون من رو لایه اصلی نیست. این حالا من پاک میکنم، یک کپی میگیرم دوباره و میام ببین اینجا میکشم. به این دیگه میگه تو براشو هر جایی که بکشی، من صرفا همونجا میام اعمال میکنم. میگه هر جایی میام اعمال کنم. به عنوان مثال باز هم ما اینجا یه سری مودها داریم، یه سری چیزا داریم که میتونید از اینجا استفاده کنید. یا مثلا این یکی، نه این یکی، حالا کالر و فلان و این، یعنی میتونید از اینجا هر قسمتی که حالا خودت خواستی رو بیای انتخاب کنید. مثلا رو اوورلی اگه باشه من پاک کنم. اوپاسیتی مثلا روی این قسمت، ما اگه اوپاسیتی بره روی 100 و این مثلا بیاد روی این یکی و رو عکس اصلی باشه، این دیگه با براش هر قسمتی که بکشم صرفا اعمال میشه. و الان مثلا اگه این اوپاسیتیشو کم کنم آیا تاثیر داره؟ نه. چرا نه؟ چون بعد قبل از اینکه براش بکشم عوض میکنم. مثلا اوپاسیتی باشه روی 40 و باشم روی عکس اصلی، یک همچین حالتایی میشه دیگه. حالا گفتم مثلا اینجا باز میتونی عوض کنی، مثلا بذاری این. یعنی خلاصه یه سری چیزا هست که از اینجا قابل تغییره و مثلا خلق چنین عکسایی یا غیره. حالا اینا رو باید باهاش یکم تمرین کنید دیگه. یا مثلا راههای دیگه هم داره. خب من مثلا صرفا گاهی از ابزارها استفاده نمیکنم. من مثلا میتونم فیلتر رو بیام بزنم، حالا چون ماسک کردن قبلا هم توضیح دادیم، به عنوان مثال من میتونم بیام اینجا، بیام توی قسمت مثلا کالر لوکاپ. خب اگه حالا مثلا اون راهش اون بود دیگه، میتونید با این ابزار گفتم تمرین کنید، بیای مثلا بکشی، بعد از اینجا گفتم بری مود دیگه انتخاب کنی بکشی، به عنوان مثال یه همچین حالتی. یعنی یه سری کارهایی که حالا ما میتونیم از اینجا با یه فیلتر آماده بندازیم، گاهی میتونیم با براش مثلا بندازیم، یعنی با براش صرفا قسمتایی که میخوایم رو بندازیم، نه همه جا. این الان این عکس هم تبدیل این بود و اینجا اومده مثلا یه مود عوض کردم، مثلا این قسمت، این دیگه عکس همو ببین چه قشنگ کرد. حالا این قسمت نمیخوای باشه، میخوای باشه، فرق نداره. میتونی مثلا این کارو کنی. حالا چون توضیح ابزارا بود اینو گفتم و اینا، خودم مثلا بخوام استفاده کنم میام اینجا، مثلا به عنوان مثال سبب خودم گرفت، به عنوان مثال میام کالر روکاب انتخاب میکنم و میام این قسمت اینجا مثلا اینو انتخاب کردم، این قسمت یه ماسک کنارش میزنم و اینو میذارم روی مشکی و خب اینجا مثلا میتونید بکشید بازم به یه روش دیگه، مثلا صورتتون رو از من دیگه فیلتر روش اعمال نشه یا چنین کارایی. از این کارا میشه کرد. حالا دیگه بسته به خودتون داره. یا مثلا بهتره که با این براش مثلا اکثر انجام شه، این طبیعی تره. یعنی مثلا براش انتخاب کنم. یعنی این راه هم هست. حالا یه خیلی زمان رو از دست ندیم. یه ابزار دیگه هم میگم و تمام. یعنی این ابزار که اریزره. خب این قسمت پاک کنه. مثلا من اینجا اگه بیام بکشم به عنوان مثال یک اینو بکشم و بیام رو اریزر یا همون این رو از روی کیبورد بزنم و اینجا بکشم، این اون چیزی که من بود. حالا این من اگه اینجا اینو بزنم و بعد اریزر رو بزنم بکشم، این کامل میبره، یعنی همون فیلتری که بود و غیره حذف میکنه. اریزر یعنی همون پاک کن خودمونه. و این قسمت یک
چیزی داریم به اسم گرادینت بنظرم. آره، گرادینت تول. خود ابزار گرادینت تول میاد عکس ما رو همینطوری که از اینجا تصویرش مشخصه، مثلا یه قسمت مشکی‌تر میکنه، یه قسمت غیره. حالا این خودش باز این بالا یه سری گرادینت ها داره. بالا مثلا من اگه اینو بکشم، خب این عکس هم یه چنین حالتی داره، این ور یکم روشن‌تر یا این ور یکم روشن‌تر و اون ور تیره‌تر. و حالا این قسمت بالا، حالا من این فیلتری که انتخاب کنم از اینجا انتخاب کنم. اگه بخوام صرفا سفید مشکیشه یا غیره، خب میتونم بیام از اینجا اینو انتخاب کنم به عنوان مثال. حالا من روی این حالت هم برم، روی این حالت ببین یه همچین حالتی میاد، این ور مشکی‌تر شد، این ور شد سفیدتر. خب ما از اینجا میتونیم پس انتخاب کنیم. حالا این قسمت هم میشه مثلا گفت همینطوری که تو تصویر مشخصه، نور از این ور به این ور باشه، یا از وسط باشه مثلا، یا مثلا از این حالتی باشه، یا مثلا این حالتی باشه گرادینت هم، یا مثلا این حالتی باشه که همینطور اگه بیشتر بشه ببینید دقیقاً شکل همین شد. خب حالا این به کنار میگذاریم بازم از این. بعد این قسمت ما یه اوپاسیتی داریم. بالا مثلا من اگه روی این باشم و اوپاسیتی الان رو 23 باشه، روی 60 خورده‌ای، ببینید خب بیشتر اعمال میشه. این هم چیز طبیعیه. و تا اینجا و عالی. و حالا من گرادینت هم که اینجا زدم، بازم اینجا میتونید مودش رو عوض کنید. این یه نکته گفتم با این چیزا ور برید. نگاه الان اینجا یه عکس بنظرم هنری و قشنگی شد، یا مثلا دیگه بررسی میکنی، یا اینم قشنگ شد، اینم قشنگ شد، خودش قشنگ شد دیگه، یا مثلا